ماتیاس؟ ها؟ چی؟ اون دیگه کیه؟ شب بخیر سونیک. باید بگم که دیدار رو در رو با تو باعث افتخار منه. ما شبیه همدیگه هستیم و این جالبه. صبر کن ببینم. پس این چند وقت تو بودی که به اسم من خرابکاری میکردی؟ آره؟ میکشمت! کجا رفتی؟ اون واقعا خیلی شبیه سونیکه، اما هنوز یه نکته عجیب هست. اون با سونیک فرق داره، خیلی هم فرق داره. بهت اطمینان میدم سونیک، هیچ کس نمیتونه منو دستگیر کنه. من تا جایی که میتونم سعی میکنم حقیقتو پنهان نگه دارم. بهتره به جای حرف زدن قدرتتو ثابت کنی. هی بد نبود، خوشم اومد. میخوای مسابقه بدیم؟ شروع میکنیم. شوخی میکنی؟ باور نکردنیه. خب پس قول بده اگه اتفاقی افتاد بلافاصله با ما تماس بگیر. کریس پدرت بود. چند ساعتی پیش سونیک توی خیابون دانهیل با یه ربات درگیر شده. کجا داری میری؟ آقای تورندی من میرم دنبالش. صبر کن بذار منم بگیرم. قوی تر از اونیه که فکر میکردم. فکر کردی میتونی شکستم بدی؟ نشونت میدم. فکرشم نکن. چرا هول میدی؟ همینی که هست.